باشه که جفت به جفت کنار هم و با دامنه پرتاب کوتاه کنار هم این کار رو من انجام میدم و به صورتی باید کار انجام بشه که فشار دستم رو سطح لب یک دست و یکسان باشه و همین کار رو ادامه میدم. یک کشش خیلی ملایمم دارم و خیلی کشش لب خیلی زیاد ندارم چون نیازی نیست، فقط در حدی که یه مقدار بافت لبم باز باشه که بتونم شیدینگم رو راحت‌تر انجام بدم. اگه مشتری به مواد حساسیت داشته باشه و دوست نداشته باشه که حالا یکم مواد داخل لبش بره، شما میتونید از یه پد داخل لب استفاده کنید. حالا تو این مرحله که دارید میبینید من دارم پد بی‌حسی برای مشتریم استفاده میکنم. تو این مرحله پد بی‌حسی رو روی لباش قرار میدم، یه چند دقیقه میمونه و بعدش دوباره پد رو بر میدارم، لب رو تمیز میکنم و دوباره شروع به کار میکنم و همون کار قبلی رو چندین مرحله تکرار میکنم. همینطور که میبینید با دور اول خروج رنگ خیلی زیادی نداریم، فقط در حدیه که بافت لب باز میشه و آماده میشه برای گرفتن بی‌حسی و تو دورهای بعدی یعنی دور دوم و سوم لب ما یواش یواش شروع میکنه به رنگگیری و یک دست رو پررنگ میشه. دوستان اگه آموزش کامل این ویدیو رو میخواین تو دایرکت عدد 2 رو برای من ارسال کنید. خب دوستای عزیزم، همینطور که دارید میبینید کار تموم شده و یه لب یک دست زیبا و خوش رنگ داریم. ویتامینش رو روی لبش میریزم و با یه فیبراش روی لبش ماساژ میدم و یه خروج رنگ خیلی خوشگل و یه دست و زیبا داریم. اگه از این ویدیو خوشت اومد ممنون میشم که با لایک و کامنتت بهم انرژی بدی. مرسی.